سلام رفقا، چهارشنبهتون به خیر و خوشی باشه. نهم مهر ماه 404. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. بذارید امروز یه حرف کوتاه بزنم، اسمشو بزنیم سخن روز، مثلا با مینا. من کاری با این روانشناسی‌های زرد و شعارهای قوی باش و فلان اینا ندارم. نمیگم همه سختی ها رو تحمل بکشید یا ادای قوی بودن در بیارید. نه بابا، الان خودمون هممون داریم میبینیم دیگه، هممون داریم له میشیم. بعضی وقتا کمک میخوایم، هممون گریه میکنیم، له میشیم زیر بار این مشکلاتی که هست. ولی یه چیز خیلی مهمه، اگه خودتون قهرمان خودتون نباشید، هیچ کسی دیگه هم نمیتونه جاتون رو پر کنه. همین فرق کوچیکه که شکست رو عقب میندازه. پس قرار نیست ادای قوی بودن در بیاریم، فقط بدونیم که نجات دهنده اصلی خودمونیم. مراقب خودتون باشید. همین.